جناب وزیر داخله جناب سراج لومړی مننه کوم وزیر داخله تاسو لوینا چې ولستم ډاډ ورکړ چې ټول قواوې دي جناب سراج ضرورت واضح است که امنیت ملی در پهلوی پلیس و اردوی ملی مثل که با وزیر دفاع و عریضه به هدایت دادیم مسئولیت امنیت تمام شهروندای ما رو به عهده بگیرن. این مسئولیت ماست و ما این مسئولیت به وجه احسن انشاءالله تعالی ادا میکنیم. دوم، هر کسی که فکر آشوبگری یا چپاولگری یا قطاع طریقی را داشته باشه باید با قوت تمام امرشان رفتار کنیم. خواهش ما است که نمره تلفن برای شکایت ها یا برای اطلاع دهی هم در وزارت محترم داخله، هم در وزارت محترم دفاع و هم خواستن در امنیت ملی ایجاد شود که شبکه‌های مردمی ما از وکلای گذر، شورای محلی، نواحی پلیس و امنیت ملی و اوضاع ناحیه شهروالی همه در تماس باشند. زه غواړم چې بیا د کابل ټولو ښاریانو ته ډاډ درکړم چې